تعویض LCD نوتنو شیائومی. اول خشاب سیم کارت رو در میاری، درب پشت رو با ناخن به این صورت باز میکنی تا حواستون باشه فلت اثر انگشت گوشی پاره نشه. پیچا رو باز میکنیم، به این صورت اولین کاری که میکنید کانکتور باتری رو جدا میکنید، بعد اثر انگشت، بعدم فلت های پشت LCD. پیچای برد پایین هم باز میکنید. برای تعویض LCD حتما باید پیچای برد پایین هم باز بشه. فلت ها رو جدا میکنی. حالا تو کلیپ بعدی براتون توضیح میدم و نحوه گذاشتن LCD رو فرمو براتون توضیح میدم و تو تصویر بهتون نشون میدم چجوری خودتون بتونید تعویضش کنید.